کشد زار و به هم برزاده و مست و سینان خورده و مجروح و دل آزرده و افگار و جگر سوخته ما را. تو به هر جا که کمان گوشه آبروی چو ماه نو من در خمی سر در همی مشکین ز کمین باز نمایند. مردم آرنج و چشم خوش جادوی دلازار تو پیوسته ز مستی بسر خیش بلا را. با نظامنامه آشنا هستی نه؟ نظامنامه آزمون چند غزل ازاد کردین؟ غزل داده از نامدم ولی در پاپکای خود همش رو در روی خط خود همش رو ننوشتم. باید می نوشتیم. بعد چند بیت قصیده ازاد کردین؟ قصیده 90 بیت. بله. خب رباعی دو بیتی چی؟ رباعی دو بیتی رو یعنی مصرع بیتش رو حساب ننمودم یعنی نشمردم ولی 80 تا میدونم. 80 رباعی دو بیتی. بله. یک جا؟ بله. نوای دیگر شعر مخمس، انواع شعر نوای مصمد یعنی که مخمس یا مثلث یا مسدس یا ترجیباً، ترکیباً، مستعضد ازاد کردین؟ بله. کدام نواش؟ از فروخی سیستانی، از منوچهری دمخانی اگر اجازت باشد. منوچهری نه، منوچهری دمخانی. اگر با ترتیب نباشه میپرسیم. ولی بنابرای میپرسیم با اجازت میتی. خب. بیاین نباشه از همین غزل شروع کنیم. بله. کی میگه که هلالی چی میگه درباره غزل؟ نقد گنجینه سخن غزل است، شکر به هر که شعر من غزل است. بیا از غزل شروع میکنیم بعد نوای دیگر شد. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا. از کمال خوجندی. خب. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا. با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویم روزنده رو سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاک آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آب آرز عکس رویت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم برویت تا نظر باز آمدم، پاک بازم من دغالی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چو ما خیز و در رقص آ کمال، حال زار وجدیایی. یه بار دیگه خونه صوفیان گویند چو ما خیز و در رقص آ کمال، حال زار وجدیایی خوش نمی آید مرا. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. از حافظ شیرازی. خب. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار بود دلبر آن یکیست. من بهر آن یکی دل و دین داده ام برباد، عیبم مکن. برباد نه وزن مرون میشه. من بهر آن یکی دل و دین داده ام بباد. من بهر آن یکی دل و دین داده ام برباد. بباد. عیبم مکن که حاصل هر دو جهان یکیست. سوداییان عالمی پندار را بگوی، سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. خلقی زبان بدوی عشقش کشاده اند، ای من غلامی آن که دلم با زبان یکیست. دلش با زبان یکیست. حافظ بر آستانه دولت نهاده سر، دولت از آن سر است که بر آستان یکیست. دولت در آن سر است که با آستان یکیست. زنده شود هر که پیش دوست بمیرد. از استاد سعدی شیرازی. زنده شود از شیخ سعدی شیرازی. زنده شود هر که پیش دوست بمیرد، مرده دل از آن که هیچ دوست نگیرد. هر کسی ذوقش درون سینه صفا نیست، جمع دلش راز شاهد نگزیرد. غالیب عشق دل چمون به دست آر.
وای نخونی غلط خطی. غالب عشقی دل چمام به دست آر. غالب عشق دلی چمام نه چموم به دست آر. چموم به دست آر. سنگ سیاه صورت نگین نپذیرد، صد چومنی خسته در فراق تو میرد. آن که تو را بیند و بر دوست نگیرد، وان که تو را بیند و بر دوست نگیرد. صورت سنگین دل کشنده ای سعدی است، وان که بدین صورتش کشند نمیرد. قصیده مثلا بوی جوی مولیان عزیز میدونید؟ بله. کلیه خونشی؟ بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. ریگی آمو درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همه. آب جیهون از نشاطی روی دوست، خنگ ما را تا میان آرد همه. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرز تو شادمان آید همه. میر ماه هست و بخارا بوستان، میر سوی بوستان آید همه. میر سرو است و بخارا آسمان، سرو سوی آسمان آید همه. خب کودک در پیش تابوت پدر دماش خونی. زار می نالید و بر می کوفت سر، که پدر آخر کجایت می برند، تا تو را در زیر خاک بسپرند. می برندت خانه تنگ و زهیر، نی درو خالی و نه در وی خسیر. نی چراغ در شب و نی روز نان، نی درو بوی طعام و نی نشان. نی در آن مأمور و نه سقف و نه بام، نی بر و بحر ضیاء هیجام. نی در آن از بحر مهمان آب چاه، نی یکی همسایه کو باشد پناه. جسم تو که بوسقاه خلق بود، چون کشد در خانه ای چون رود در خانه ای کور کبود. خانه ای بیزین ها رو جای تن، که در او روی میماند نرند. زین نسق آسای خانه می شمرد، وزد دیده اشک خونین می فشد. که پدر آخر کجایت می برند، تا تو را بر زیر خاک بسپرند. به سوی خانه بردش خرم شاد. زلیخا شد از بندی مهنت آزاد، به میجگان گهولی شادی همی گفت. دو چشم خود می مالید و می گفت، دو چشم خود می مالید و می گفت. به بیداریست یا رب یا به خواب است، که جان من زی جانان کامیاب است. و از کدام داستان ها از یاد کردید؟ مثلا از شاهنامه یگان چی میدونید؟ بله. به نام خداوند جان و خرد، که از این بدتر اندیشه بر نگذرد. برتر اندیشه؟ برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. خداوند کیهان و گران سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشاد و گمان برتر است، فروزنده ای بر شده گوهر است. به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان تو بیننده را. آفرین. به روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد. به وصف تو کس چومن بدآموز مباد. با وصف تو کس چومن بدآموز مباد. روزی که تو را نبینم آن روز نباد. هر جا که گل و لاله‌زار بود است، در سرخی خون شهریار بود است. از سرخی خون شهریار بود است. هر جا که بنفشه در زمین می روید، خاری است که برگردن یار بود است. از زمین می روید خال است. هر ساعت اندرون بجوشد خون را، واگهی نیست مردمی بیرون را. الا اگر روی لیلی دیده است، داند چی درد می کشد مجنون را. از فروخی سیستانی
ز باغ ای باغبان ما را همه بوی بهار آید. کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید. تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسریشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرمی ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان باری امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بده چون ندیدند حقیقت. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. آتش آن است که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نکشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. کی برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی؟ غزل از حافظ شیرازی. کی برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی؟ کی به کوی می فروشان 2000 جام به جامی؟ شدم خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به حکمت عزیزان برسم به نیکنامی. تو که کیمیان فروشی نظری به قلب ما کن، که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود، نه به نامه پیامی نه به خامه سلامی. اگر این شراب خام است، اگر آن حریف پخته، به 1000 بار بهتر زی 1000 پخته خامی. زیرا هم میفکن ای شیخ که به دندانه های تسبیح، که چو مرغ زیرک افتد نفدد به هیچ دامی. سر تسلیم تو دارم بخرم به لطف و مفروش، که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی. به کجا برم شکایت، به کی گویم این حکایت، که لبت حیاتی ما بود و نداشتی دوامی. بکشای تیر مژگان و بریز خونی حافظ، که چونین کشنده ای را نکند کسی انتقامی. خبر کن ای ستاره یاری ما را. غزل از مولانا جلال‌الدین رومی. خبر کن ای ستاره یاری ما را، که دریابد دل خونخواری ما را. خبر کن آن طبیب عاشقان را، که تا شربت دهد بیماری ما را. قصیده از کدام شاعر قصیده از کردید؟ قصیده از ابابلور دکی. کدام قصیده؟ بوی جوی مولیان آید. همین خونید بوی جوی مولیان آید همین تمام شد. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه. ریگ آمو و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میر نزدت شادمان آید همه. میر سروست و بخارا بوستان، سرسوی بوستان آید همه. میر سروست و بخارا آسمان، سرسوی آسمان آید همه. ربایی از کی از یاد کردید؟ ربایی از حافظ شیرازی. کو گوید کو؟ ماهی که قدش به سرو میماند راست، آینه به دست و روی خود می آراست. در ستارچه پیشکشش کردم گفت، وصلم طلبی زی خیالی که تو راست. چی خیالی است که؟ زی خیالی که تو راست. خیلی باز؟ این گل زیبری هم نفسی می آید، شادی به دلم از او بسی می آید. پیوسته از آن روی کنم همدمیش، که از رنگ ویم بوی کسی می آید. باز از کی از یاد میدونید؟ از جلال‌الدین بلخی. خیلی یار آمد یار دل نواز آمد باز،
بهر دل خسته چاره ساز آمد باز. در آخر کار رفت و جان پاک بسوخت. انصاف بده که پاک باز آمد باز. عمری به هوس در تک و تاز آمد دل، تا محرم جان دل نواز آمد دل. در آخر کار رفت و جان پاک بسوخت. انصاف بده که پاک باز آمد دل. ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم. ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم. ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم. ای نوری هر دو دیده بی تو چگونه بینم، و گردنم ببسته از تو کجا گریزم. ای شش جهت ز نورت چون آینه شش رو، و روی تو خجسته از تو کجا گریزم. جان بود از تو خسته دل بود از تو رسته، جان نیز گشته خسته از تو کجا گریزم. غزل کی بودی؟ این غزل جلال‌الدین بلخی بود. آشوب جان شوخ جهانی. آشوب جان شوخ جهانی، با اعتقاد نامهربانی، گو هم نوازی گو هم گدازی. با اعتقاد باشه با نامهربان میشه. شما دید علاقه که به اعتنای جا به اعتنای نامهربانی دانتی. با اعتنای نامهربانی، بونه به اعتنادی و مهربانی، گو هم نوازی گو هم گدازی، گوه چونینی گوه چونانی. از تو صبوری کردن نگاه را نتوان، ولیکن تو میتوانی. خب مرا بسود و فرو ریخت گرچه دندان بود. نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سپیدی سیمرده بود و دور و مرجان بود. ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون که همه بیسود و بیریخت. چی نحس بود همانا که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگاری دراز. چی بود من بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چو چشم است گردی گردان است، و همیشه بود آینش. همیشه تا بود آینش گرگردان بود. خوب همان که درمان باشد به جای درد شود، و باز درد همان که از نخست درمان بود. کوهن کند به زمان همان کجا نو بود، و نو کند به زمان همان که خلقان بود. بسا شکسته بیابان که باغ خورم بود، و باغ خورم گشت هر کجا بیابان بود. همه چی گویی ای ماهروی غالی موی، که حالی بنده از این پیش بر چه سامان بود. هر کفایه غلط های بساختی خوندید به هر حال. خب روز سری سنگ عقابی به هوا خواست. از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست، بر راسته بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه زیر زمین زیر پری ماست. خب نخستین بار گفتش که از کجایی؟ بگفت از دور و ملکی آشنایی. بگفت آنجا بسن از دور ملکی آشنایی. از دور ملکی آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند. بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفت جان فروشی از ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بد انسان. بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت عشق شیرین بر تو چون است. بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفت هر شبش بینی چو مهتاب. بگفت آوره چو خواب آید کجا خواب. بگفت آب چو آب از اعتدال. کتاب‌های بعدی کدام کتاب را خوانده گفتین؟ کتاب‌های کلیله و دیمنه، درخت استوریک و توتینامه، منطق و طیر، فتوحاتنامه عطار نیشاپوری، منهاج العارفین. از کی است منهاج العارفین؟ منهاج العارفین از میر سعید علی همدانی. این در خط وای بود. خیلی نگاه خونش مالش. نظامنامه ازمون آشنا هستی نه؟ اونجا در نظامنامه بوده است که باید که نه کم از 100 غزل از یاد دانید. شما چند غزل از یاد کردید؟ 100 از یاد کردیم. بفرین چند بیت قصیده؟ 100 بیت قصیده. چند بیت از مثنوی و داستان ها از یاد کردید؟ 100 بیت. اینم 100 بیت.
خب نباشه نوای دیگری شعر ربایی دو بیتی ازش کردین بعد نوهای مسمد مخمس مسدس مثلث اوکی نام ازش میدونین ترجیبان ترکیبان چی ترجیبان میدونین بله بیا کنی ای ترجیبان شروع کنی یا ترجیبان خونی ترجیباً از فروخی سیستانی کنی همه گفتم که کی باشد که خورم روزگار آید جهان در سر جوان گردد بهاری غمگسار آید بهاری غمگسار آید که هر کس را بکار آید بهار کندرو هر روز می را خواستار آید هر بادی که برخیزد کنون بوی بهار آید کنون ما را ز بوی بامدادی بوی یار آید چو روی کودکانی ما درخت گل به بار آید نگاری لاله رخ با ما به خورم لاله زار آید حسن تو همیشه در فزون باد حسنی تو همیشه در فزون بود رویت همه سال لاله گون بود اندر سر من خیال عشقت هر روز که بود در فزون بود هر سرو که در چمن در آید در خدمت قامتت نگون بود آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزو وصاله غنچه خندان غنیمت است با قامت حمیده روم سوی بوستان نظاره بنفش و ریحان غنیمت است نظاره بنفش و ریحان غنیمت شما با است قامت حمیده نه با قامت خمیده است تا کی بدرت آیم و دیدار نبینم تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم 100 بار تو را جویم و یک بار نبینم گویا حرم کوی تو کعبه است در آنجا هر چند روم جز در و دیوار نبینم دانی که مرا بزمگهی عیش کدام است جایی که تو را بینم و اغیار نبینم امروز در این شهر دلی نیست که او را در دام بلای خود گرفتار نبینم در دام بلای تو گرفتار نبینم او می رود و جمع رقیبان ز قفایش تا شیوه آن دیده و رفتار نبینم تا شیوه آن قامت و رفتار نبینم خب از مثنوی من اینجا اندر گفتنی داستان مرا چون حاطف دل دید دمساز برآورد از رواقی همت آواز که بیشتاب ای نظامی زود دیر است فلک بر دهل عالم زود سیر است بهار نو برار از چشمه نوش سخن را دست باف تازه در پشت در این منزل به وقت آواز بردار در این پرده به وقت آواز بردار سخن گوهر شد و گوینده غواص به سختی در کف آید گوهری خاص خب مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود نبود دندان لابر چراغ تابان بود سپیدی سیمرده بود و دور و مرجان بود ستاره سحری بود و قطره باران بود یکی نماند کنون که همه بسود و بریخت چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود نه نحس کنوان بود و نه روزگاری دراز چی بود من بگویم قضایی از دان بود جهان همیشه چو چشم است گرد گردان بود همیشه تا بود آیینش گردگردان بود مادری می را بکرد باید قربان مادری می را بکرد باید قربان بچه او را بگرفت کرد به زندان گستاخ سخن مباش با کس تا عذر سخن نخواهی از پس گر سخت بود کمان و گر سوز گستاخ کشیدن آفتی توست گر سوز بود ملالت آرد ور سخت بود خجالت آرد خبر ده ای ستاره یاری ما را که دریابد دل خونخواری ما را خبر کن آن طبیب عاشقان را که تا شربت دهد بیماری ما را
خبر کن آن طبیب عاشقان را که تا شربت دهد بیمار ما را بگو شکر فروش شکرین را که تا رونق دهد بازار ما را خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را از گفته ناخوب نگاه دار زبان را گفتار زیان است ولیکن نه مران را تا سود به یک سو نهی از بحر زیان را گفتار به عقل است که را عقل ندادند مرگا و خر و استر و دیگر حیوان را مردم نه سخن گوید زان است که دارد پیدا نتوان کرد مرین جفت نهان را. ربایی از ابا عبدالله رودکی. گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. بله از ابو علی بن سینا. مرحمت. با این دو سه نادان که چونین میدانند از جهل که دانای جهان آنانند خر باش که این جماعت از فرط خری هر که نه خر است کافرش میخونند. قطعه از یاد کردگی؟ قطعه بله. از کی؟ از عبدالرحمن جامی. مرحمت. و درویش گفت آن توانگر چرا پس به نزدم از پدرها آمدی بگفتا چرا نآمدی پیش من چه خوشتر است از چرا آمدی. خیلی از بهارستان یکی که گوی حکایت نقل کنی. از بهارستان حاتم را پرسیدند از خود بزرگمتر در جهان دیده یا شنیده؟ گفت بله روز 40 شتر قربان کرده بودم امرای عرب را پس به گوشه به صحرای بیرون رفته بودم خورکنه را دیدم پشته فراهم آورده گفتمش چرا با مهمانی حاتم نروی که خلق در سر سیمات او گرد آمدند. گفت هر کنان از عمل خویش خورد منت از حاتم تایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. چون 9 ماه بگذشت و دخت شو یکی کودک آمد چو تا بنده ما تو گفتی گوی پیلتن رستم است و یا سام شیر است یا نیرم است. چو خندان شد و چهره شاداب کرد ورا نام تهمینه سوراب کرد ورش بری رستم زال بود کیار است با او نبرد آزمود. بعد این پیش مادر آمد بپرسید از اوی بعد او گفت گستاخ با من بگوی که من زی همشیرگان برترم همه بسمان اندر آید سرم زی تخم کیم و از کدامین گوهر چی گویم چو کسی پرسد از پدر. از دوستان یوسف و زلیخا آورده بدید مرا 70 شد سال و تو را 7 مرا 70 سال و تو را 7 تو را می آید اقبال مرا رفت ملوزی سال و پریشانم زی عمری رفته خیش ملوزی سال و ماه و هفته خیش. روبایی از کدام شاعر رو از یاد کردگی شما؟ روبایی؟ بله. روبایی از کی از یاد کردگی؟ یا دو بیتی؟ ابو علی ابو عبدالله رودکی. مرحمت. گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. گر دستی ها؟ باز؟ یک حکایت گلستان نقل کنی.
درویش با پاچه دوستی میکند و وی هر روز با دیدنی و او میرود و زنش روز زنی پاچه از او اظهار ناراضگی میکند و درویش اون را میفهمد و نزد او دیگر نمیرود. روز ناگاه درویش با پاچه در راه روبرو میشوند و پاچه به وی میگوید چرا تو دیرها به نزد من نیامده ای؟ گفت درویش گفت آن توانگر چرا به نزدم باز به دیرها نامدی؟ چرا به نزدم نامدی؟ پس خوشتر است از چرا به نزدم آمدی. هر جا که کنم خانه هم خانه تو را یابم، هرگز نروم جایی کان جان تو را یابم. گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها، در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم. در بزم قدح نوشان در شمع وفا کوشان، معشوق تو را دانم جانان تو را یابم. در صحبت هر جمعی که فروخته شد شمعی، گردی سری او گردان پروانه تو را یابم. گر جانب میخانه آیم پیمانه، در دستی می شامان پیمانه تو را یابم. از سر بکشم خرقه در بحر شوم غرقه، در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم. از خود بگسل جامی میزن در گمنامی، کاندر تتق وحدت بیگانه تو را یابم. غزل از صاحب تبریزی. ترجیح می دهد به پدر او استاد را، هر کس شناخته است بیاض و سواد را. با نیک و بد و شیر و شکر جوش می زند، دریافت ترک چاشنی اتحاد را. در زیر آسمان نبود شفع بی شفق، صبح بی شفق. خون در پیاله از زبان کشاد را. زخمی زبان چی کار به سرگشتگان کند، پروای خار و خس نبود گیر باد را. زخمی زبان چی کار به سرگشتگان کند، پروای خار و خس نبود گیر باد را. گیرد باد را شما حتی گیر باد غلط نوشین، دیش نوشین، دیدی در ازیاد کردن هم غلط رفته است. خب دوام تی گیر باد را. تلخی کشان عشق نگیرند جام زهر، در محفل کی را بود نوش باد را. از ابر بی نیاز بود تیغ آبدار، حاجت به باده نیست روانهای شاد را. زهر از شکری که مقرر نمی شود، بدخو مکن به وصل دلی نامراد را. زینهار در درستی خط سعی کن که هست، خطی شکسته خواب پریشان سواد را. صاحب امید هست که آن خطی عنبرین، روشن کند سواد منی بی سواد را. مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سپید و سیم زده بود و دور و مرجان بود، ستاره سری بود و قطره باران بود. یکی نمان کنون زان همه بسود و بریخت، چی نحس بود همانا که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگاری دراز، چه بود من بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چشمیست گیر گردان است، همیشه تاب و وداییش گیر گردان بود. همان که درمان باشد بجای درد شود، و باز درد همان که از نخست درمان بود.
کهن کند به زمانی همان کجا نو بود و نو کند به زمانی همان که خلقان بود. بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشتن کجا بیابان بود. همی خرید و همی سخت به شمار دیرم به شهر هر که یکی ترکی نار پیستان بود. بروز چون که نیارست شد بدیدنی او نهیب خواجه او بود و بیم زندان بود. نبیدی روشن آواز خوب از بگفته از که از کنم از عبدالرحمن مشفقی مرحمت تا کی ندای حادث دور زمان دهد کس نیست در جهان که قرار جهان دهد. داسی افق به دست اجل داده روزگار خواهد که قطع مزرعه آخر زمان دهد. ترسم کتاب نیلی بیداد در زمین پس مردگی به نیلوفری آسمان دهد. مشکل که نوگ ناوک اختر شکاف زل در ذره سپهر سهارا امان دهد. جای رسید کار که در موسم ربیع لطف صبا نتیجه باد خزان دهد. عالم بدان کشید که در طبع اهل ذوق تأثیر گریه خاصیت زعفران دهد. جای رسید کار که در موسم ربیع لطف صبا نتیجه باد خزان دهد. از ابوالقاسم فردوسی از مثنوی معنوی. پارچه خونه کدام پارچه از از شاهنامه فردوسی؟ آغاز کتاب گفتار در ستایش خیرت نامه زال رسان. به نام خداوند جان و خیرت کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده و رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر. زنام و نشان و گمان برتر است نگارنده بر شده گوهر است. ببینندگان آفریننده را نبینیم مرنجاند و بیننده را. نیابد بدو نیز اندیشه را که او برتر از نام از جایگاه. از مثنوی معنوی خوی. بود بقال مرو را توتیه خوشنوا و سبز و گویا توتیه. بر دکان بودی نگهبانی دکان نکته گفتی با هم از سوداگران. در خطابی آدمی ناطق بودی در نوای توتیان نازق بودی. خواجه روز سوی خانه رفته بود بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه برجست ناگه از دکان بهر موش توتی از بیم جان. جست از صدر دکان سوی گریخت شیشه های روغنی بادام ریخت. از سوی خانه بیامد خواجهش بر دکان بینشست فارغ شاد و خوش. حاضر شما خودتان گفتین 120 روبایی و دو بیتی ها؟ بله. آفرینده دفترتان مثلا از بابا طاهر اوریان، از شیخ کمال خوجندی، میرزا عبدالقادر بیدل، خواجه حافظ، سعدی شیرازی، ابو علی بن سینا، عبدالرحمن مشفقی، عمر خیام، استاد رودکی. روبایی زیاد اینجا نوشته شدن بسیار خوب. انا با دشمن من چو دوست بسیار نشست. با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست. چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد. چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد. پیرید به کافور نیان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آنچه کردی کردی در روشنی روز همان نتوان کرد. گفتم که لبت گفت لبم آب حیات. گفتم که لبت گفت لبم آب حیات. گفتم دهنت گفت زهی حب نبات. گفتم سخنی تو گفت حافظ گفتا
سادی همه لطیف گویان صلوات. قوم و غزلی که دل را باید همه را، قول و غزلی که دل را باید همه را، چنگت با سول چپ سراید همه را، چنگی تو به چنگ زلف خوبان ماند، زان روی شکستنش خوش آید همه را. هرچند به دانش در جهان افزونی، هرچند به دانش از جهان افزونی، یا در پیری معلمی گردونی، هرگاه به پیش کس بری حاجت خویش، طفلی به تو زیبد نه افلاطونی. کردمی در خاک کوی دوست موا کاشکی، دیدمی رخسار خود بر خاک آن پا کاشکی، آمدی بیرون ز کوی سرو بالا کاشکی، برق افکندی ز روی عالم را کاشکی، دیدمی دیدار آن دلدار رعنا کاشکی، دیده روشن کردمی زان روی زیبا کاشکی. کوی آن مهتاب و جنت نمی باید مرا، تاب و جنت به دوزخ دل فرو ناید مرا، پیش لعلش کی دهم با کوثر آلاید مرا، تا بود آن سرو توبی خوش نیاساید مرا، سایه کردی بر سرم آن سرو بالا کاشکی. وقتی آن شد که کار دریابیم، در شتاب است عمر بشتابیم، باده حرص و آز بردوزیم، حکمت ایرز و آز پنجه زهد و زرق برتابیم، ما گدایان کوی میکدهیم، نه مقیمان کنج محرابیم، نه از جفای سپهر در تابیم، نه از جور زمانه در خشمیم، نه از جفای سپهر در تابیم. خیالی چشم جادو کردم امشب، خیالی چشم جادو کردم امشب، گل مقصود را بو کردم امشب، ز سیلابی سرشکم گشت طوفان، به آبی زندگی خو کردم امشب، به بزم بلبلان از شام تا صبح، به باغ هجر یاهو کردم امشب، گرفتم خاک کویت را در آغوش، نهالی را به پهلو کردم امشب، به غیر آرزوی جان مخفی، هوای دل به یک سو کردم امشب. ای خواب ز چشم من برون شو، ای خواب ز چشم من برون شو، ای مهر در این دلم فزون شو، ای دیده تو خون ناب میریز، ای قدری کشیده سرنگون شو، آتش به صفات خویش در زن، از هستی خویشتن برون شو، گر مسجد را هم نخواهی، با مهتر تو نیام بتون شو. قصیده نوروزی. نوبهار آمد گلستان از پی نشع و نماست. انا میخونی؟ نوبهار آمد گلستان از پی نشع و نماست، غنچه خسبان چمن را غنچه گل متکاست، ساده رویان را برد از جا هوای سبزش، سبز خطان را نسیمی سنبولش کاکل رباست، ناز برا از بنفشه ناز بالین زیر سر، خاک گل را بستری برگی هنا در زیر پاست، راست می سازند مرغان خانه آهنگ را، بلبل از صد پرده چون عشاق در فکری نواست، بوی گل را می برد از باغ پنهانی نسیم، باغبان پی برده است این کار دزدی آشناست، سیدا امشب به مدح شب توجه داشتم، خامم گفتا سری سال است هنگام دعاست. خونه بوی جوی مولیان، بوی جوی مولیان آیت همه، یاد یاری مهربان آیت همه، ریگی آمو و درشتی راهی او، زیر پایم
پرنیان آید همه آب جیهان از نشاطی روی دوست خنگ ما را تا میان آید همه. خب از مثنوی معنوی بود مرد کت خدا او را زنی. بود مرد کت خدا او را زنه سخت ناز و پلید و رهزنه هرچی آوردی تلف کردش زن مرد مستر بود اندر تن زدن بهر مهمان گوشت آورد آن معیل سوی خانه با 200 جهدی طویل زن بخوردش با کباب و با شراب مرد آمد گفت دفع ناسواب مرد گفتش گوشت کو مهمان رسید سوی خانه با 200 جهدی طویل زن بگفت آن گربه خورد آن گوشت را گوشت دیگر خر اگر باشد حالا. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی هر جا که روی عزیز و محرم باشی پاکیزه شو و راست بزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. این از کیست؟ این از جلالدین بلخی. با داده قناعت کن و با داد بزی. با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو آزاد بزی در بهز خدای نظر مکن غصه مخور در کمز خدای نظر کن و شاد بزی. خیلی از قطعه آغاز میکنیم. گل خوشبو در حمام روزه. گل خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم کمال همنشین با من اثر کرد وگرنه من همان خواهم که وگرنه من همان خاکم که هستم. اینا حکایت کوتاه داره با نام کشتن مادر. بله. چخیلی حکایت همین؟ یک روز پسرش مادرش را میکشد. دوست او میگوید که چرا مادرت را کشتی؟ بعد میگوید که برای آنکه او را بار یک روز با مرد دیدم. بعد میگوید که پس چرا مادرت را کشتی؟ میگوید که برای آنکه با مرد دیدم. بعد میگوید که پس چرا مادرت را کشتی و اون مرد را نه؟ اگر گفت که باید مرد را میکشتی. گفت که اگر من مرد را میکشتم لیکن اکنون هر روز یک تای مرد را میکشتم. اکنون برای این گفته است که اکنون مادرش را اگر نمیکشت مادرش با همه خیلی انا درسته که انا که در آخری همه حکایت مولانا شرح میدهد هم مادر کی بود سکن؟ نفس خود آن مادری بدخاصیت. نفس خود هم مادری بدخاصیت یعنی که برای انسان میگه تمثیل میارد که انا سرچشمه همه بدبختی ها بگیم که عذاب شکنجه بسر انسان چی است؟ نفس است. اگر میپرسیدی میگفتی که مادر جان همین کار رو نکن او ممکن بود که نمیکرد. نه یکی این خیلی داده کنی خیلی یکی که گلیسو نخت کنی. یکی از ملک به انصاف پارسایی را پرسیدند. از چی؟ یکی از چی؟ از ملوک به انصاف پارسایی را پرسیدند از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا بدان یک نفس خلق را نیازاری ظالم را خفته دیدم نیمی روز گفتمش فت نفس خوابش برده به زانکه خوابش برتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی مرده به. توتنامه چی؟ توتنامه خوندی؟ بله. پورا خوندی یا هست؟ این رو هم خیلی نیم کن. همون نامش چی بود توتیه؟ توتیه یک تاش هم خیلی توتی بود یک تاش شورک. این شورک در کله و دیم هم در مار و خوک هم اومده است. خب آفرین مصطفی به هر صورت خوش آمدین. اینکه توصیه ما را فراموش نکنین. خب برای آمادگی می بعد سلامت باشین.